السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک نفر خواهر اسلامی شما می باشم که من صاحب 4 فرزند می باشم. من را زندگی مجبور کرد و من در شهر دوشنبه در طرفخانه کار میکنم، ولی آنجا شراب فروشی و به نهایت ناخوب است. من در آنجا نماز خوانم ممکن است یا نه؟ و در آخر در حق من دعا کنید خداوند نگهبان شما باشد. خدا نگهدان دارد. خواهر عزیز، راستی بار در این خیل مکان کار کردن برای شما مادر، برای شما خواهر، راستی بار خیلی ناخوب است، زیرا طرفخانه های امروز به همه ما معلوم است که چگونه شخص های گویم ناخوب وارد او می شود. در حالت مست و الست ممکن است یکی از اونها شما را لفت کوب کند، ممکن است یکی از اونها شما را دست درازی کند، ممکن است یکی از اونها گویم به عزت نفسی تو رسد، یعنی همه حالت در اون داخل بالای تو رخ دهد ممکن است، همه کار شدنش ممکن است. خواهر عزیز، این آدم ایماندار بوده، اینقدر گویم خدا ترس بوده، اگر سخن ما را قبول کنی دیگر جا رفته کار کن. از این گونه مکانهای خیلی پلید و خیلی ناخوب دوری جوید، انشاءالله در پیشگاه خدا ثواب میگیرید. با بدان کم نشین که صحبت بد. ببین خواهر عزیز، حسین واعظی کاشفی چی خوب زیبا بیان کرد. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. هرچی پاکی، هرچی خدا ترسی، لیکن مکان که مکانی پلیده، انسان ها که انسان های پلیدند، این حتمی در تو تأثیر میرساند و البته خواهی نخواهی عاقبت پلید میشوی. آفتابی برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. حضرت گفتن آفتاب ببین چی روشنایی خوب دارد، چی زیبایی دارد، لیکن یک زمان که همون ابر سیاه که او را فرا میگیرد دنیا را تاریک میکند. یعنی همنشین با ابر که میشود، آفتاب خودش دیگر نورانیش گم میشود، دیگر چراغش گم میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، لباس سرخ را پوشیدن جایز است یا نه؟ التماس روز جمعه جواب گوید. خدا نگهدارت باشد اکای حاجی. لباس سرخ اصلا در یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذشته بود که بار پیغمبر خدا گویم یک کلتچه سرخی را پوشیدند که صحابه های پیغمبر خدا بها دادند که حبیب خدا را در این لباس بسیار زیبا دیدیم. به نهایت حبیب خدا خودشان زیبا بودند، خودشان با حسن و با جمال بودند. باز وقت لباس سرخ پوشیدن حسن او، زیبایی او باز زائد شد، لیکن حبیب خدا در حال میگوید از بدنش کشیدن، دیگر نپوشیدن. از این خاطر ما اگر از لباس سرخ پرهیز کنیم و از لباس زرد، که لباس زرد تأکیدی به تأکید آمده است که شما لباس زرد نپوشید. یعنی شما وقتی می پوشین لباس های سفید پوشین، سیاه پوشین، سبز پوشین، کبود پوشین، هر رنگ پوشین، لیکن از سرخ از زرد اجتناب کنید، این برای شما بهتر است. السلام علیکم ناملای عزیز اکای حاجی میرزا، من یک مخلصی شما از دهه چارباغ و شما سوال مراجعت می نمایم. سوره های قرآن کریم را از قاعده بغدادی از یاد کنیم درست است یا از فرض عین تاجیکی؟ برای آنکه ما از فرض عین تاجیکی از یاد کرده ایستاده ایم. التماس جوابش را همین جمعه گوید، ما با شما فخر میکنیم. برادر عزیز و گرامی، خداوند شما را در حفظ امانش نگه دارد. سوره های قرآن اگر از قاعده بغدادی هم که شما حفظ کنید، قاعده بغدادی یک پاره سیوم قرآن در داخلش هست. یعنی درست است که شما از قاعده بغدادی هم چیکار کنید؟ قرآن شما حفظ کنید، لیکن از فرض عین خواندن آیت های قرآن برای شما عیب است برادر عزیز. فرض عین یک کمپیر خواند، اون او ده حق دارد آخر. نخواه بچه های جوان، نخواه بچه های این خوب، اینقدر بچه های به ذهن فرض عین خوانید. اینا دیگر اگه اینا را بگذار همه مادرها ما خوانند، بگذار یک کمپیرها و موسفیدا خوانند.
خدا خرج این پس زدن کتاب نیست، کتابی خوب است. اگرچند بعضی گویند که سعی و لرزشان در داخل این کتاب وجود دارد، لیکن بگذار 4 کتاب و بگذار فرض عین و بگذار این کتابای فارسی که از اینا را که مادرها مانده و باباها مانده بودیم. شما بچه‌های جوان تفسیر خوانین، شما حدیث ها را خوانین، با زبانهای عربی خوانین، تحلیل هاش خوانین. این است برای شما وظیفه. اگه عیبه که شما در همین سن سال ولی بعضیات قرآن‌های کریلیکی میخوانید، قرآنی که به زبان روسی ترجمه شده است. عیب است جوان عزیز برای تو به خدا، عیب است. هم گناهگاری که برای گناهگاری که 100% پیشگاه خدا به گناهگاری، برای طلب علم فرض است. تو فرض خدا را ترک کردگی، لیکن وقتی با زبان روسی با قرآن میخوانی این برای تو خیلی عیب و شرمندگی است. تو با زبان عربی خوان، و چی مشکلات داری؟ برای همه کار دنیا وقتت هست، ساعتت هست. و بگیر یک کتابی همون قاعده بغدادی را انشاءالله در یک ماه خدا خواهد تو قرآن خوان میشوی. تو قرآن را با زبان عربی بخوان، تو قرآن را رفته تفسیر درس بگیر، حدیث ها را بخوانید. اگه این کتابا را از فرض عین دیگر اینا را دیگر شما دلیل نیارید. اینا کتابای خوبن، خدا رحمت چون کند، لیکن اینا با خودشان آدمای خاصه دارند. برای این دادر از شما به اینهاش خوانین، انشاءالله این برای شما خوبتر و بهتر است. السلام علیکم دام الله. محترم حاجی مرزا نام من. خب جمیله مادر 6 فرزند، از شما خواهش دارم که کمی هم باشد درباره دعای حبیب مفصل نقل میکردید. همین دعا را در نماز خوانم یا بعد نماز؟ در دعا گرفتن خوانم، چی پاسخ میدهید؟ کمی هم باشد برای ما فهمونید. من این دعای حبیب نمیدانم چی دعا هست. خواهر عزیز اینا می نویساندین شما، بعدا من برای شما مثال معناش شهر میدادم. و این خاطر خواهر شما مادر 6 فرزند باشید، دعای بهترین برای شما همین است. در حق شوهر دعا کن، آغاز دعات از در حق شوهر باشد، برای درازی عمر شوهرت، برای برار کار شوهرت، برای پایبند عملی صالح بودن شوهرت و برای صحت و سلامت ماندن خودت و براهای نادرست رفتن از برای خودت و شوهرت در پیش خدا دعا کن. دیگر دعای هر چی که باشد از همه اونا دیده همین دعا برای تو بهتر و ضرورتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر حاجی مرزا، من یک برادر اسلامی شما در سن 19 ساله با سر و فرمه اسلامی هستم. ریش یک مشت فرمه سنتی دراز می پوشم. در دهه‌مان همه مرا سلفی می گویند، هرچند با آنها می گویم که خب ریش سلفی ها نمی گذارند، بلکه همه مسلمان ریش می ماند. آنها نمی فهمند و مرا بسیار مسخره می کنند. خیلی مسخره هاش اینجا آورده است که هر خیل مسخره هاش می کرده‌اند برای ریش داشتنش. برادر عزیز و گرامی، در دین اسلام نوابسته در کدام راه و در کدام رویش و در کدام مذهبی که شما نباشین، ریش برای همگی من سنت است، برای همه سنت است. این سنت بودن ریش برای یک مذهب باشد و برای مذهب دیگر یا برای جریان دیگر نباشد، نه. پیغمبر ما که مادام که ریش داشتند، ما پیرو شدن به پیغمبر را سنت میدانیم و هر کسی که اگر خب همون ساعت و وقت و همون شرایطی ریش ماندن برای موافقت میکند و اگر ریش نگذارد، این ترک سنت پیغمبر است. و این خاطر شما بعض برادرای که ریش داشته باشین، برادرای عزیز تنقید نکنین، مسخره نکنین، زیرا مسخره کردن سنت پیغمبر این عاقبتش کفر است. برادر عزیز، کفر. وقتی آدم سنت پیغمبر مسخره کند، این بسیار به نام خدا کفر است. این خندیدن به سنت پیغمبری خدا یا ریش او را تشبیه دادن بر یگان چیز دیگر، از این در بدبختی و کفر کلان نیست دیگر.
و این خاطر شما رویش دارد خوش به حالش دعا کنید که خدا باز او را پایبند سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذراند. خب اینجا این برادر سلفی گفتن ما روز سه‌شنبه در همین حکومت سمینار بود، در حضور مفتی جمهوری آمده بودند، نماینده های دستگاه پرزیدنت آمده بودند، معاون های رئیس ولایت آمده بودند، مثلا خیلی مهمان های زیاد بودند، تمام امام خطیب های 5 وقته و جامع اشتراک داشته بودند. موضوع دو چی بود، یکی خب مسئله تنظیم بود، مسئله همین قانون هایی که نسبت تنظیم برآمده بود، و دیگر تازه نگه داشتن مذهب بود. خب این دو مسئله اونجا گویم که پیشنهاد تمام اهل علم شد، بعضی برآمدها هم شدند. مقصد البته ما نیت برآمد هم نداشتیم، لیکن با خواهش خود همون تالار که حاجی میرزا هم برآمد کند، بعدا ما هم همونجا یک چند سخنی که داشتیم و گفتنی بودیم در بالای منبر در بین مردم رسانیدیم. رسول برادر عزیز، مسئله آن قانون و قانونهایی که در باب تنظیم بود، انشاءالله من باوری دارم همگی ما دستگیری میکنیم، زیرا دستگیری این قاعده و قانون دستگیری قرآن و حدیث است. اینا از قرآن و حدیث هر چیزی که در داخل این قانون ها بود، چه از 3 بیگه و چه از 7 و چه از 40 و چه از دوشنبه و پنجشنبه و جمعه و دیگر خیر احسان هایی که گویم مردم ما میکردن، که این نه به مذهب مان، نه بیرون از مذهب مان، نه در کتاب های مذهبی مان یگان گویم دلیل های نداریم، حجت نداریم برای انجام دادن این. ماها این البته 100% دستگیری میکنیم. اگرچه بعضی برادرها امروز پنجشنبهگی میکنن، بعضی برادرها امروز 3 بیگه میکنن، 7 میکنن، اگر همین را به خاطر ثواب کنی این ثواب ندارد برادر عزیز. اینا من از همین منبر به نام خدا برای تو گویم که هم برآمد باشد اهل علم مرحمت، به نام خدا هر یک دقیقه من تیارم که دلیل ها و حجتاتون را گوش کنم، لیکن 100% من هم دست ما بالا میکنیم یک حجت نمیاوی، یک دلیل وجود ندارد که تو وقتی که دستی بر همین معرکه ها میزنم. من این مسئله را بسیار گفته بودم، خیلی بر وقت میگفتم و باز انشاءالله در همین عقیدم استوارم که اینا از ما نیست. برادر عزیز و گرامی، اگر برای تو مفصلتر، اگر تو عربی خوان نباشی، همین فتاوای محمودی که خدای نظر به نام استادش گذاشته است از دارالعلوم زاهدان 4 جلد است، مرحمت 4م جلد هم را تماشا کن، مشاهده کن. برای همین نانهایی که من گفتم، چی سرتخته و چی 3 بیگه و چی 7 و چی جمعگی، خوب این همون مولوی‌ها در حق تو چی گفتند؟ خود سخن مولوی های زاهدانند، همونا را گوش کنین. یکی نگوین که من مثال سخن خود حاجی میرزا است، نه، سخن همونا را گوش کنید. شما اگر منبع العلوم محمد عمر سربازی داشته باشین و هم فارسی است، او را تماشا کنید. اونم حضرت پیروی مذهب ما بود، اونم مرشد بودن، اونم به خودش خیلی مریدای زیاد دارند، لیکن حقیقت در کتاباشون بیان کردن. شما میتونید تمام کتاب‌های مذهبی ما را ببینید، همگیش در اینها در بها ندادن. برادر عزیز، شما ترک سازین. به نام خدا این غمخواری از جانب رئیس جمهور بود. به نام الله، به الله قسم، من از جناب عالی بگیم اونقدر خرسند شدم که این مسئله را که در بین مردم پرتاف کمک برای شماست. به خدا بلند برداشتن سطح زندگی شما است، برای کیسه های شما سوم دیدن است. این در یک ما ببین 4 تا پنجشنبهگی میکردیم، آخر من خودم وقتی تنقید میکنم شاید شما را سخت رسد، الان که از همه راحت کلام من میکردم. من در پنجشنبهگی میرفتم، من در بر بالا بودم، بهترین طبق در پیش من بود، خواست نخواست مثال باز چند سوم دیگه در کیسه من میداد. ببین همه شرایط برای ما آماده بود، لیکن از برای خدا همین به نام خدا به گوش شما میرسونم. نادرست است، غلط است، نکنید برادر عزیز، گناهگار میشین. باز میگویم شما خیر احسان کنید. خیر احسان من نکرده است، خدا خیر احسان من نکرده است. خیر احسان بر روح مرده ها من میرسد. این عقیده اهل سنت و الجماعه، این عقیده امام جعفر طحاوی خدا رحمتش کنه، خودش مذهب ابو حنیفه را پیرو است.
میرسه خیر احسان من به روح مرده ها، نه به معین کردن روز معین نکنین، هر ساعت خیر کنین، هر روز خیر کنین. لیکن شما مخصوص روز پنجشنبه رو، روز هفته و روز چیله برای خودتان اعلان نکنین. حتی همین 40 سالشه به چی خاطر ماندن؟ به خاطر که شما شاید یگان غوغا و شاید یگان گوییم که باز زبان درازی کنین و ایلا همینش هم در اسلام نبود. خدا خیرتون بیاد. السلام علیکم دام الله حاجی مرزا برادرمان، در همین زمان ما طعام را در طبق افضل است یا در ظرف‌های دیگر؟ یعنی در همین زمان ما میگوید همین خوراک خوردن در طبق افضل است یا در همین ظرف‌هایی که هستند در اینها خوریم، کدامش افضل است؟ من دیروز همینجا پیشین در بعد نماز پیشین یک حدیث خوانده بودم از پیغمبر خدا که راوی این حدیث جابر بود که حضرت جابر میگوید پیغمبر خدا ما را امر کرد بلعق الاصابع صفحه، ببین فإنکم لا تدرون فی ایها برکه. این روایت مسلمه. پیغمبر ما گفتند شما وقتی که در طبق نان میخورین، بعد خوردن طبق انگشتاتون لیسین. تا 3 بار در حدیث آمده است که پیغمبر تا 3 بار انگشت میلیسیدن و با 3 انگشت طعام خوردن. طعام خوردن پیغمبر با 3 انگشت بود و 3 بار بعد خوراک انگشتاش میلیسیدن. بعد انگشتا را لیسیدن باز طبق میلیسیدن و میگفتن که شما نمیدانید که در انگشت شما برکت مانده است یا در طبق، به این خاطر هر دو اونها را لیسیده کنین، تازه کنین. لیکن من دیروز سببهاش بیان کردم و شرطهاش گذاشتم که ما در حالت در طبق خوردن افضل است که دستهای همه ما و شما تازه باشد. برادر عزیز و گرامی، من دیروز مثال آوردم که همین دستهای من همین روز دراز گویم که کتاب میخوانیم، ماشین سوار میشویم یا یگان بعضی میده یگان کارهایی که داشته باشیم نه اونقدر کار زیاد میکند، لیکن وقتی به صابون میشویی همین دستهایی که اولی در یگان کاری گویم که وزنین زدگی نیست اونقدر گویم سیاه میریزد که میگوی که باور کنید یگان کاری خیلی وزنین انجام داده باشید. دستهای تازه که چیزی ندارد. به این خاطر ما گفتیم که برادرای عزیز و گرامی در یک روز حد اقل 1 بار به صابون شوین دستاتون، حد اقل. اگر که خوش به حالت تو در هر بار طعام خوری به صابون شوی تو خوش به حالت تو بهترینی بنده خدا هستی، لیکن حد اقل 1 روز در 1 بار به صابون شوین ان شاء الله این برای شما خوبی میارد. و طبقهایی که شما میخورین باید دستهای همه ناخونها گرفتگی باشد، در دستهای برادرمان چرک نباشد. خب وقتی که خوردیم مقصد طبیعت یکدیگرمان از یکدیگرمان خیره نشود، دستاتون تازه باشد، ناخوناتون گرفتگی باشد، بعدا یک جای طعام خورین در طبق، این افضل و بالاتر است. ولیکن امروزا ببینید در بسیاری خانه ها طبقهای میارن که بند زدگیان، بند و آهن بند زدگیان، همون آهن خودش او درد داخل، او آهن خودش زنگ میزنه، او بخوای همون آهن حالی کمتر اگر شما اهمیت دین همونا پر از چیرکن، اما را نمیشوان. خیلی زنهای در کار که اگه با شاتکه بگیرن و صابون بگیرن و بخ به بخی آهنا را تازه کنن، همون در اون پوری چرکه با خوراکی مثال گویم که گرمه که میریزنش همه همون چرک و هرچی در همون با در اون طبق دمی در آید. برای همین شما همون طبقهایی که بندزدگی باشن در اونا نخورین که او کراهیت داره، خوردن در اون مکروه است، اجازت نیست. و دستاتون اهمیت دهین، تازگیتون اهمیت دهین، انشاءالله طبق افضل. لیکن بینیم که دستان خوبن، خب طبقهای بندزدگی در او حالت ما ظرفهای چینی دا میگذاریم، اینش برای ما افضلتر و بهتر است. و دیگر چیزی که یک بار قید کرده بودم باز میگویم، در مسئله همین دستمال گذاشتن پلاتینسا میگیم، یک بار گفته بودیم خیلی جا میرفتیم خدا را شکر برای سر هر یک آدم یک پلاتینسا می آوردن. حاضر با هم تشده است، با همون دست آگیری در یک 100 کس 200 نفر با یک پلاتینسا است.
اگه خدا داد است تو دولت داری، سہولت داری، آخه تو پول صرف کردی، خیر احسان میکنی، او گپی نیست آخه هم یک پلاتین ساز 50 درهم و یک سامان های 100 دانه شو بخر آخه 200 دانه شو بخر. برای تو پولدار چی آخه 200 دانه خریدن پلاتین ساز؟ بیار در پیش هر آدم یک تا دو تا پرتوفتن بگیر. اینش درسته، اینش هم اهمیت بدین بچه‌ها. ولی بینیم بعضیامون یک پلاتین ساز در همون دسترخوانه یک تاش بینیش تازه میکنه، یک تاش چشماش تازه میکنه، یک تاش دهنش تازه میکنه، یک تاش تای کش تازه میکنه، همون دسترخوان پرت هم اون دست میشکی. برای همین هر یک آدم در یک تای پرتونی چی زلالی نداره، همون هم خیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد سلام درودی به پایان خداوند بر شما و اهل مسجد شما باد. اکای حاجی میرزای شیرین سخن. میخواهم با دو سوال خود پاسخ گیرم. میگویند که در بین نماز عصر و شام نماز خواندن، طعام خوردن و دیگر عملها را به انجام رسانیدن گناه است. آیا این یگان حقیقت و یگان دلیل در این باره هست؟ بله برادر عزیز، در بین عصر و شام خوردن طعام، نوشیدن باکی ندارد. شما خورن، شما هر چی می نوشین نوشیدن بگیرین، یگان ضرر و زیان ندارد. لیکن نماز خواندن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب‌های فقهیش می‌آورد که فقط خواندن نمازهای نفل بین عصر و شام کراهیت دارد. حتی نماز قضا را در شرح الوقایه که شرح مختصر است، یعنی نمازهای قضا را خواندن بین عصر و شام درست است. بین عصر و شام قضا هم که خوانند درست می شود، یا نماز جنازه باشد درست می شود، یا سجده تلاوت باشد درست می شود. اینا درست است. فقط نافله را خواندن، اینا شکر وضو می خوانیم، تحیه مسجد می خوانیم، یا مثال یگان دو رکعت در حق پدرامون می خوانیم، اینا حکم نافله را دارند. همینا را بین عصر و شام در کتاب‌های فقه حنفی کراهیت شده آمده است. دوم، حضرت معاویه کی بود که بودن او را به ما گفته می‌دادید، بسیار خوب میشد. با احترام زیاد یک نفر مخلص شما از شهر دوشنبه، حضرت معاویه این صحابه جلیل القدر و صحابه گرامی پیغمبر خدا بودند. معاویه خدا رحمت و مغفرتشان کند، وظیفه ما این است که در حق صحابه های پیغمبر خدا همیشه رحمت گوینده باشیم، درود گوینده باشیم، همیشه از خدا دعا کنیم که ما را خدا پیرو معاویه، پیرو اصحاب رسول اکرم گرداند. اینا خدمتگارهای رسول اکرم بودند. حبیب خدا در حق اینا دعاهای خیر میکرد. معاویه پشتیبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پشتیبان قرآن بودند. اینا بسیار در محاربه های زیاد اشتراک داشتند، بسیار جنگاور خوب بودند، بسیار نقشه های ضد کافر بسیار حضرت معاویه تحریزی میکرد. و از همه بالاتر معاویه این کاتب وحی بود. یعنی ببینید سخنهایی که جبرائیل از نزد خدا می آورد حضرت معاویه می نویساند و نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می خواند. این از معاویه. السلام علیکم داملا، با این سوال ها جواب دهید. بچه های مسلمان به روسیه می روند، در آنجا گوشت گاو، گوسفند و دیگر حیوانات های حلال از بازار یا مگزین ها خریده خوردن درست است یا نه؟ حال آنکه روزها اونها را ذبح میکنند. درست هم برادر عزیز و گرامی، یعنی گوشت های مرغ، گوشت های گوسفند، گوشت های گاوی که در روسیه وجود دارد، بچه های ما وقت خریده میارن برای شما درست از خوردن اونا. اینا در آیت قرآن، نص قرآنی هم دلالت بر این میکند که یعنی طعام اهل کتاب، اونا اهل کتابند، طعام اهل کتاب برای ما حلال است، طعام های ما برای اهل کتاب حلال هستند. یعنی اونا طعام های ما را خورن حلال، ما طعام های اونها را خوریم حلال است، بغیر همون حیوان هایی را که خدا حرام گفته است. همون بغیر اونا دیگراش اگر ما استفاده بریم درست است. اگر چند ساله روزه کفارت داشته باشی و 2 ماه روزه گرفتن کفارت همه روزه ها کفارت شده کفایت می شود یا نه؟ هر یک رمضان دا که شما قصدن شکستین، جورتکاری کردین، ناپسندی کردین، از خدا نترسیدین، در هر یک گویم کفارت هر یک سال
در هر یک روز او شما باید 61 روز روزه گیرید. با یک 61 روز روزه گرفتن یک روز همون گویم شکستگی شما چی می شود؟ برطرف می شود. اگر شما قصداً شکسته باشید با یک تجنه بلکه چند باره که شکسته باشید هر بارش در 61 روز روزه میگیرید. سوم بعد از سنت بامداد به یگان کس سخن گفتن سنت را باطل میکند یا نمیکند؟ اگر سنت بامداد بهترینش در خانه ها ما میخوانیم، بعد از آن قدم زنان طبق سنت ذکر گفته به مسجد میاییم و در مسجد نماز جماعت نماز فرض با همراه امام جماعت میکنیم. اگرچه در بین سخن هم که گوییم اینجا در کراهیت دارد، ولی انسان شاید که گناهگار شود به خاطر که بین سنت و فرض پیغمبر سخن دنیا نبود، فقط ذکر میکردن. لیکن سنت اثر خواندنش در فتاوای خلاصه اجازه دادن که وقتی شما سنت خواندین بعد گپ زدین باز اثر سنت عیاده کنین. لیکن گفته است در این سخن خودم دلیل ندارم، گفته است حجت ندارم. و این خاطر که خیلی دلیل که نداشته باشد حجت نداشته باشد ما سنت اثر عیاده نمیکنیم. بهتر شمین است که شما گپ نزنین فقط ذکر کنین، این بهتر است. خب آیا نماز افضل است یا تلاوت قرآن؟ البته نماز افضل است. از تلاوت قرآن دیدن نماز افضل تر است. خب اینجا در حق قاری فرقان جان گفت از دعا کنید که یعنی جیانی من است و از نایه واسه گفته است جای اول اشغال کردن خداوند. باز این قاری فرقان جان هم خدا ذهنش زکی و فهمش خداوند کامل گرداند. آمین یا رب العالمین. گناه داریم و ما از تو پناه می طلبیم، تو کریمی زی تو ما لطف و کرم می طلبیم، تو جباری تو رحیمی تو ستاری و رضا، لطف فرما تو به ما از تو ایمان می طلبیم. محترم داملا از شما خواهش می کردیم که در حق ملاهایی که از آن را می شنوند لیکن خانه هاشان همگی تا مسجد 2 متر فرق می کند لیکن نمی آیند چی گفتنی هستیم. خود هم ملا را سوال کن. ملا که باشه خودش انشاءالله می داند که به آمدن مسجد چی گناه هست خودش میدونه. همون ملا را پرسید ملا جوابش میگوید. اگر خودش معلوم است دیگر وقتی که به مسجد که نیامد مرتکب چی گناه شده است در پیشگاه خدا و خودش نقض میداند جوابش از خودش گیریم بهتر است. اگر یگان جوابی دلیل دار دیگر کرد بعد نویسیم بعد من جوابش میگردونم. خب السلام علیکم داملای عزیز. اول از داملا پرسه چی میگوید برای نآمدن مسجد بعد دلیلش برای ما پیشنهاد کنید. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش میکنیم درباره سری لوچ نماز خواندن روشنی اندازید، زیرا در این باره ما با چند امام‌های مسجد شهر مراجعت کردیم ولی فکر و عقیده های آنها مختلف بود. شما چی گفتنی دارید؟ ما از شهر دوشنبه هستیم. ای خدا شما را نگه داره. عصر 21 عصر 21 عصری که خیلی ترقیات در اوج عالی. روز تماشا کردم ما ایرانیوس بسیار نگاه میکنم. در ایرانیوس نگاه کردم که در یابانیا روز زمین در یک توی سوالم دادن همی کلابده جواب گفته بودم باز میگم برای که خیلی شما نشونیدین. در یابانیا برای آن که همه اونا سگ دوست میدارن در خانهاشون سگ گذاشتن دوست میدارن ولی دیدین شما چقدر میشوان شامپون ها دارن برای اونا لباس ها دارن برای اونا خوراک ها میارن اصلا بسیار سگ پرورش میکنن دوست میدارن. وقتی حساب کردن که همین خوراک سگ نگاه و بین سگ خراجاتش خیلی زیاد طلب میکنن در حال از تکنیک های حاضر زمان با آهن سگ ساختند. به نام خدا من خودم دیدم ولی ممکن جوانان دیده باشند. همین تکنیک قطعی سگ ساختن در خانه فقط با قوه بطری ها جمع میمونن ذریعه تا 3 روز 4 روز در پیشانیش یک لامپچکا موندگی است. تمام اهل خانه با همین نوگ انگشت در همو گوییم که تکنیکای ساختن خودش قید گرفتگی است. اهل خانه را خوشرو میشناسه میدانه غیر اهل خانه را در خانه اجازت نمیده. این با چشم در ایرانیوس نشان دادن که تمام خانه ها را پروگرامش در ارانش جا کردگن تمام خانه را دور میگردن خراجات نداره فقط با طریقتی
ببینید تا چه اندازه اونا فکر دارن مسلمانای ما اون سر لیج دن. سر لیج درسته یا نادرست؟ آستین کلتر درسته یا نادرست؟ آخه همین سواله برادر عزیز و گرامی. یک یهود نشان داد، یک یهودی را سرتراشخانه داره. یک بار دیگه گفته بودم هر یک کلینتی که موی سری همون خود کلین ژمپر ساز میکنه، شرف ساز میکنه، جوراب ساز میکنه، خود همون کلین چه میتا تا که سرتراشخانه در فابریکه کده است. و شما در فکرتان یگان چیزی یک تکنیکه باشه، یک اختراع کردن یگان اسباب باشه. آخه همین سر و لید چی را بازی میکنه؟ اینقدر شما همین دنبال همین مسئله را سخت قپیدین. و ما صدقه همون جوان میشیم که سر لیج مسجد بیاید، ما صدقش میشیم بیاید مرحمت مسجد کشاده است. لیکن آخه امروز حتی دیگر مسئله سر لیج نیست، مسئله آستین کلته نیست، مسئله باید کم کم با ما هم یک دورنده شیم، یک کم کم جهان تماشا کنیم. در همه جا طعنه‌مان میکنن، همین مسلمانا یک ولسفید اساس کردن نمیتونن. ببین آخه خوب اراده، خوب عیبه برای ما و شما. و ما هم کلا و یپانسا را ببین چند قدرن، یک تایما دو تا سه تایو میشه. و شما فکر کنین یگان چیز مثال ترقیات مونده، یک چیزی برای بهبودی همین جمعیت شرایط خودمان میشه. بعد تاکی را اولی که رسیدیم به همه شرایط بعد تاکی را حل میکنیم، تاکی شو قد نمیگریزه. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، التماس درباره دوره مرده کمی هم باشد سخن. در مرده دوره نیست برادر عزیز. مرده در این ما و شما دوره میگردانیم. خیلی شکر خدا را شکر که برادرها ما را نمیبرند در دوره گردانی. خدا خیرشان بدهد. دوره نیست در اسلام. این داملا محمدی برادر قمسنگیری خوب داملای معتبر برادر عزیز، زیارتش برای ما و شما سنت های. روین زیارتش کنین. آدم تبرک های، آدم خوب های، آدم فقیه هست، عالم برجسته های. عمرش هم از 80 هم خیلی بالا گذشته. شما رفته زیارتش کنین، دعاش گیرین. اون حضرت ما هم پرسیدیم در حضور بعضی از داملاها، گفتن هیچ معنی نداره. بچم گفتن این حیله شرعی است که اسلام حیله نداره. گفت برای همین همه حضرت هم این کارش کردن، گفتن این هیچ اساس نداره، هیچ معنی نداره. خیلی ببینین یک نادرستیش ببینین. ما میریم بعضی خانه‌هایی که بیچاره در عمرش نماز نخونده است، بعد حتی اما آدمی که من دوره میگردانم چی میگم؟ بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این سخن ما های حتی هم دوره گردان. حالا که بیچاره بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است، کلا نخونده ای، کلا نماز نخوندگی ای. لیکن من شاهدی دادستم بعضی را خونده، بعضی را نخونده. این دروغ نمیشود، دروغ میشه. من اگه جا میدونم چند تا خوند، چند تا قضا کرد، این خودش دروغه. برای همین این داملا مرحمت کدا میرفتن میپرسین، هیچ اساسی نداره برادر عزیز در اسلامی ما و شما. ای خدا. یک سوال بود اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از دهه شکرخان و شما سوال داریم چنین است. ما طول یک سال است که نماز میخوانیم و غیر از نماز جمعه دیگر یگان نماز را در مسجد نمیخوانیم. آیا این نمازهای خوانده ما در پیش خداوند قبول میشود یا نه؟ التماس جوابش را همین جمعه گوییم. بله، نمازهای جمعتانه اگر خدا خواهد قبول میکند، خدا نخواهد قبول نمیکند. یعنی قبولیت عبادت ما و شما این به نزد پروردگار است، به خواست الله است. خواهد قبول میکند، نخواهد قبول نمیکند. لیکن اکم شما یک جمعه را خوانین در مسجدتان و دیگر نمازها را نخوانین، این ترک نماز 5 وقته، ترک نمازهای 5 وقته، در ترک نماز جماعت شما همگیتان در پیشگاه خدا گناهگار میشوید. به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه ظاهر و 6 روز دیگر فاسق.
حضرت گفتند یعنی یک جمعه را میخوانی باقیش نمیخوانی. در یک جمعه تو ببینید به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه ظاهر و 6 روز دیگر فاسق، یعنی 6 روز دیگر تو فاسقی و یک روز دیگر بر آمده چکا میکنی؟ نمازات کاملا میخوانی. دادرای عزیز نمازاتون در جماعت خوانین، نمازاتون در مسجد خوانین. یک نماز در مسجد خواندن برابر است با 27 نمازی که شما در خانه تنها گذار میخوانین. اگر در خانه دیده و دانسته خوانین نمازتون از گردنتون ساقط، لیکن ثوابش نمیگیرین، ثواب نماز برای شما نمیرسد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما مخلصان شما از دهه چهارباغ و شما سوال داریم چونین است. ما مخلصان شما طولی 3 سال می شود نماز می خوانیم و ما سوره های را که برای نماز لازم است از کتاب فرض عین تاجیکی اذیت کردیم. آیا سوره ها در این کتاب درست آمده است یا نه؟ من جواب شخصی در اول گفته بودم برادر عزیز، از فرض عین سوره اذیت نکنین. او چاپ او کتاب غلط میکنن، نادرست چاپ میکنن. خب این تکنیک است. شما سوره های قرآن از قرآن اذیت کنین. چیزی که در قرآن آمده است ان شاء الله یگان زبر این زیر و یگان زیر این پیش نشده است، همگی 100% درستند. یگان کمبود در قرآن ها ما نیست، خدا را شکر. خب شما آمده از قرآن تعلیم گیرید، انا اینش برای شما صحیح و اینش برای شما دادرای عزیز درست است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما بنده های خدا یک خواهش داریم. یگان جمعه درباره عالم جین و عجینه به ما صحبت میکردید، خدا نگهبانتان باشد. انشاءالله من گفته بودم که این موضوع را که برای شما انشاءالله جوابش میگردانم. موضوع درباره جین و عالم جین 3 موضوع داریم. یکی موضوع دعوت باید چگونه باشد، مقصد در منبرها عالم ها چگونه باید دعوت کنند، طرز دعوت باید چگونه باشد، چگونه جمله ها و چگونه صحبت ها را از منبرها کردن در کار. خب یعنی طریق گویم منهج رسول اکرم، خب طریق دعوتش چگونه دعوت کرده بودند. و دیگر در باب قیام لیل از ما بسیار صحبت سخت طلب کردگی که اولین صحبت من در باب قیام لیل می شود. شب زنده داری چی فضیلت دارد من برای شما بیان میکنم، بعدش صحبت های امر معروف می شود، بعدش انشاءالله درباره عالم جین من برای شما صحبت میکنم. خب انشاءالله وقتم تمام شد. باقی سوال هایی که هستند من برای شما خدا خواهد جمعه آینده جواب میگردانم. اینجا یک برادر از ما بسیار درخواست کرده بود یک سوال جواب گوی، در رفت این سوالان نیافتم دیگر. جمعه آینده خدا خواهد اولین جواب از سوال او می شود. الحال در حق برادرایی که در این مسجد خیر احسان ها کردن دعا میکنیم. یک برادر از کوهدامن از شور گفتگی اینجا خیر احسان کرده است، در حقم دعا کنید گفته است. یک برادر از سناتوریا دعا خواستند، یک برادر دعا خواستند به نام سراج الدین، یک برادر دیگر که مادرش نو از دنیا گذشتند دعا خواستند. و الحال حاجی بابا هم اینجا 50 سومان از نام کدام شخصی آوردن که در حقم گفته است دعا کنید خدای مهربان همه این خیر احسان های شدگی را به درگاهت قبول بگردانی و آن آرزو و امیدهایی که در دل دارند خدایا با فضل کرم خودت حاصل بگردانی و تا جمعه آینده خدا این جمعیت ما را صحت و سلامت نگهداری. آمین یا رب العالمین.